به تازگی شایعی را در فضای مجازی پخش کردن برای مبنا که شهاب سنگی به طرف کره زمین داره میاد و غالبا طبق اون اندازه‌گیری که خودشون کردن در همین اردیبهشت ماه آینده که ما الان در ماه فروردین هستیم قراره به کره زمین بخوره و کل کره زمین را نابود بکنه و اینو آمدن با روایت های اسلامی سوره والسماء والطارق و ما ادراک ما الطارق النجم الثاقب مزین کردن و از اون طرف از کتاب الفتن از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهرا برای همین دلیلی آوردن نهایتا ادعا کردن که بله این شهاب سنگ بعد از خوردن به کره زمین کل دنیا نابود خواهد شد. این یک شایعه دیگر را در مقابل این پخش کردن که نخیر این شهاب سنگ داره به طرف کره زمین میاد ولی به فاصله فلان فلان قراره که دورتر از کره زمین رد بشه و برای زمین و برای زندگی که ما در کل کره زمین داریم میکنیم ضرری نخواهد رسید. دوستان دقت بکنیم، ما مسلمانیم. نبی خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن کفى بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. برای دروغگو شدن انسان همین کافی هست که هر از اون چیزی که شنیده اون را بگه، حالا به نسبت یک شخص، به نسبت یک خانواده، به نسبت یک قوم و خیش یا به نسبت کل دنیا فرقی نمیکنه. نباید ما هر آن چیزی که میشنویم برای دیگران بازگو بکنیم. الان دیگه دنیا دنیای فریب شده، دنیای دیگه همین با همین تبلیغات خیلی از ناواقعیت ها را واقعیت جلوه میدن، خیلی از دروغ ها را دارن راست جلوه میدن، خیلی از خلاف حق ها را دارن حق جلوه میدن با همین تبلیغات. این همه تبلیغات سو و غیر قابل اعتمادی هست که از طرف دیگران بر کل اذهان جهان اینها را القا میکنن و از این یک مقاصد خاصی را اونا دنبال میکنن. لذا نباید ما به نسبت یک شخص و به نسبت یک خانواده یا قوم یا به کل جهان هر از آن چیزی که شنیده باشیم این را بخوایم ما چکار بکنیم، بخوایم که برای دیگران نقل بکنیم. خصوصا در این مورد که در این مورد دیگه این دیگه مسئله بسیار بزرگیه. این برخلاف عقیده مسلمان هست، برخلاف عقیده قرآن هست، برخلاف عقیده ای هست که نبی خدا صلی الله علیه و سلم به امت خود یاد دادن که بله سنگی بیاد بخور و همه نابود بشیم بریم. پس عیسی علیه السلام کجا شد؟ حضرت مهدی کجا شد؟ این که قرار بود آفتاب از طرف مغرب مثلا 3 روز طلوع بکنه این کجا شد؟ یعجوج و معجوج کجا شد؟ دجال کجا شد؟ اینا کجا شدن؟ هر آن چیزی که شنیدیم همینطور راحت میچرخیم و اینا رو قبول میکنیم. اینها اشتباه هستن. من برای شما قسم میخورم 100% که هر وقت سنگی بر زمین بخوره و کره‌ای بر زمین بخوره و هر آن چیزی که دیگران میگن بر کره زمین بخوره و کل کره زمین اینطور نابود بشه و بره، همچین چیزی غیر ممکن هست. چون اصلا با عقاید اسلامی ما اصلا جور در نمیاد. و همین چی اسمش سازمان ناسای جهانی و فلان و یه چیزی هم به همون میچسبانن که بله اینا گفتن اونا گفتن. هر آن چیزی که شنیدیم ما نباید قبول بکنیم. همینایی که مثلا شایعه کرده بودن که بله ما رفتیم ماه و خلاصه اونجا یک فیلم برداری کرده بودن و خلاصه برای مردم اینطور القا کرده بودن که بله ما رفتیم ماه و فلان کرد. اینم دروغ در آمد، اینم درست نیست. چرا این تبلیغات را میکنن؟ این تبلیغات را برای مرعوب کردن ما مسلمان ها میکنن که بله غرب را بیا ببین اینقدر پیشرفت کرده که تا رفته بالای ماه. این همه دروغن. یا همون عکسی هست در مورد بیت المقدس کشیدن یک گنبدکی درست کردن طلایی مانند، این عکسش خیلی در جهان پخش کردن که برای این بیت المقدسه. نه خیر آقا، این بیت المقدس نیست، دروغ یهود. این بیت المقدس یک جای جداگانه غیر از اونه، کنار اونه، یک ساختمان بسیار بزرگیه که در زمان حضرت سلیمان علیه السلام اون موقع ساخته شده که اصلا از قدرت امروزی انسان مثلا با اون تجهیزاتی که اون موقع بود اصلا محاله که کسی بتونه انسان باشه و همین چیزایی بسازه. یک سنگ‌های بسیار بزرگی که توسط جنات و دستور حضرت سلیمان علیه السلام ساخته شده. لذا به این دروغ ها نباید ما گردن بنهیم و قبول بکنیم. از نظر اسلامی دقت بکنین، حتما 100% حضرت عیسی علیه السلام از آسمان خواهد آمد و حضرت مهدی هم ظهور پیدا خواهد کرد و دجال هم خواهد آمد و اینا در کل کره زمین عدل و عدالت را برپا خواهند کرد و از اون طرف یعجوج و معجوج هم خواهند آمد و هر آنچه که در کل کره زمین هست همه عدل و عدالت خواهد شد
و بعد از اون حضرت عیسی علیه السلام از دنیا خواهند رفت، حضرت مهدی از دنیا خواهند رفت و آفتاب از طرف غرب 3 روز طلوع خواهد کرد و خیلی ها ادعای ایمان خواهند کرد، حالا که ادعای اونها قبول نخواهد شد و بعد از اون هر وقتی که الله اراده بکنه بادی از طرف سوریه یا شام خواهد وزید و هر آنچه که انسان مؤمن باشه این باد به اون انسان‌های مؤمن خواهد خورد و هر کسی که در وجود و ایمانی هست او از دنیا خواهد رفت. در کل کره زمین یک شخصی باقی نخواهد ماند که بگه الله اللهی مثلا ذکری بکنه. بعد از اون قیامت بر سر اونها خواهد آمد. در کتابی از شاه ولی الله دهلوی رحمت الله علیه چند سال پیش بنده به نسبت همین علامات قیامت خوانده بودم که نوشته بودن که بعد از آن که آفتاب از طرف غرب طلوع بکنه همون 3 روز فرمودن که 83 سال بعد از اون زندگی خواهند کرد والله اعلم. لذا این چیزایی که امروز داره به ما القا میشه که بله به کل زمین اینطور شهاب سنگی خواهد خورد، اینا همه نابود خواهند شد، فلان 100% دروغه، 100% اشتباه است. در آیه 48 سوره ابراهیم علیه السلام الله تعالی فرموده یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. این کلام الله جل جلاله است، خالق آسمان ها و زمین، اون ذاتی که ما را خلق کرده، اون ذاتی که کل جهان را داره میچرخانه، اون از همه چی خبر داره. اون فرموده یوم تبدل الارض غیر الارض، یاد کن اون روزی را که ما این زمین را فرمودن بدل کرده میشه، این زمین به یک زمین دیگر، تبدل الارض غیر الارض. این زمین بله انفجارهای بسیار مهیبی خواهد شد، کوهها انفجار خواهد شد، دریاها همینطور آتش خواهند گرفت، کل کره زمین صاف خواهد شد، اما به شهادت قرآن این زمین همون زمین به زمینی دیگر تبدیل خواهد شد، آسمان به آسمان دیگر تبدیل خواهد شد و به شهادت نبی خدا صلی الله علیه وسلم قیامت بر روی همین زمین خواهد بود. مهم ما انسان هایی که ما را در این دنیا به ما زندگی دادن و ما در این دنیا خواهیم مرد، دوباره ما را از همین زمین دوباره زنده خواهند کرد و میدان محشر ما همین شام و سوریه خواهد بود. قیامت بر بالای همین کره زمین واقع خواهد شد. لذا این تبلیغاتی که دارن میکنن اینا 100% برخلاف عقاید قرآنی و اسلامی ما هستن. لذا بر هر چیزی که گفته میشه ما نباید مثلا به اون نمره‌ای بدیم که بله این هم درسته. نه خیر آقا، هر آن چیزی که ما به نسبت یک شخص، یک خانواده، یک قوم یا به نسبت عقاید اسلامی خودمون میشنویم، این را از علمای معتمد خودمون بعد از تحقیق قبول بکنیم. به نسبت یک شخص اگر به شما چیزی گفته میشه که به نسبت اون موضوع باید شما عمل کردی را انجام بدی، باید که ما بعد از تحقیق این مسائل را قبول بکنیم، وگرنه ما هم یکی از همان دروغگویانی خواهیم بود که نبی خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند. الله تعالی به همه توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.